منم ایران پاره پاره، نام مرا بر نیزه کردند، نابودیم انگیزه کردند. دختران و پسرانم، بچه های نازنینم، سرنگونند و من غرق خونم. در هم کوبیدن کرامت انسانی جوانان و شکنجه روحی به دست این رژیم آلوده و حکومت خونخوار ملاها همچنان ادامه دارد و رو به افزایش است. برای دفاع از حقوق اولیه انسانی با موج دستگیری مواجه می شوند. دانشجویان دلیر و فعالین حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی این رژیم کثیف دستگیری و زندانی می شوند و به اعدام و کشته. در کنار این فواجع، فقر، بیکاری، محرومیت و ناامنی مردم را بیدار کرده است. وطن یعنی غرور ملی دشمن شکاری. یک قطره مانده تا رهایی. ای قطره خونم کجایی؟